خوش اومدید به یک ویدیو جدید. امروز قرار بهترین دیسکونای رپ رو با هم گوش بدیم، ببینیم کیا هستن و چه کسایی اول دوم بهتر دیسک کردن بقیه رو. لایک و سابسکرایب یادتون نرو. اینم چنل کسی که ویدیو رو آماده کرده و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. شاخ میشه برام هر سال یه جوجه. من شروع کردم یه 7 سالش بوده. پایه داره خسته، کنسرت میشه سری خواهی مالی خسته. اترکاتش کردم بگو یادته، هیت ترین کارش میشد بگو یادته. میتونم برجنس باشم. سلام صاف رفت خورد تو پرشون. چی میگم میزنم فقط خورد تو رپشون. دیس زیاد نمیکنه ولی میشه گفت خوبه تو دیس. من پر رو نمیندازم یه توف رو سرشون. به من نگو برات سخت نبرد، میرسم به قله مثل صخره نورد. نمیخوره هیچ جور خونید اینجا همه منو میشناسن تو گوزه کدوم کونی. هنوز زیرم یا ببین گوش میدن کل شهر چی تو مثل کیرمی داشت حال میکنم هرچی گنده ترشی. این که تو میخوری مالینی بدبخ اینجا که تو داری میشاشی ما ریدیم قبلا. فقط بگو سلطان هتلو گوش بده دیگه بحثا نمیدم. ترک برزخ بود فکر کنم این. من خود رفتم بخیه خورده رو مغزم و بعد جلو بقیه برمیگردی به جای اول زمتم اون که پس میزدیه. یه پیام دارم برای پارسالی به عزیز تو مادره. بیا اینجا منو بخور خلصه فقط فوشش. انگل تو یه کابر زنی و اول و آخر و زن و بچت انقدر دوری ازم حتی اگه تیر بزنی نمیخوره. تیم خفنه. با این بتلی که شروع کردم به بفهمونم و بیام و برینم به هیتت بد. میخواستم دست بالت کنم ولی میدونی اینم رپ بتل کچی و پوتیه. برام تماس تا همینجاشم بتل باختی استوری بذار بنویس تمام خلاص. 10 کا خلوت گرفتی 100 کا فالوور از تتلو 50 کا هم هدیه من به تو خدا بده برکت. پوسی کوشی پر بودی تو نفر بعدی هم خودشه کچی. در رفته زدی کوچیک بودی درم کردی کجه ولی چون تو نچورالی. تو فکر کردی ویلی ولی خشی اورانی. زرا چی میگن ایلومناتی پای وای فای خای مال ویوراتی. سهم تو عبور تو آبری از کجا میای میخوای کجا بری. اینا دیس نمیده آخه زیاد. عادی ما از آزادی بگیم از این جامعه که میگن ناسی بشین یا بمون یا برو هیپ هاپ را نمیگه که اولش رو که میگن داغ بازار خیلیا. شروع ما پایان خیلیا. اوقات بستن دهن یعنی حرف زدن اینو خوب بفهم که فرجی من ادامی ابدی شاپور میاد خطری بیتا باتری کتابی قلمی دور تو میزنیم قمری. الکی جدی و زیرو بکشم جلوش میرقص عربی. الکیه بالا سرت نیام باید. من طرفدار گادپوریم. قصاب این یکی با اون یارو جاسویی چیتم میخوای کف خزر پیداش نکنن چند تا قواس. وقتش بود بیام بالا سرت کیرم تو خود. چرا همش دیس گادپوریه. تو هر کی بوده بالا سرت ببینم کی فیده من یا اونی که با اون بده. مظلوم نمایی نکنه انقدر نرخه. حرف سیاسی تو اون داره همه بر سر به دارو بالا داری سر خم. با تانک بیا میکنم من لباتم بوشی که پارسه میکنه. از دانیال گوش نمیدم. تو کامنت ها بگین دانیال دهمه بهتری رپ کنه دیس هست یا نه. سگا از دور نه بیشتر از سگا که وفا مرا معصوم مثل سگت با کوکل یالت من بو اومدم بالا سرتون دوباره با کار هیچ یاد نره خود پا گذاشتی جای پای که همون که تو ترک خود پشت لای پای شیر اگه دشمنی بازیگر کابوسای خوابت. تنها کسی که نافتو میبینه دافته که اونم کردنش بعد رفتنش. الان خودت کاراتو میکنی گنگستر نشو پوریالو که ترکیه میزنید توی گوشی‌ها کف شهرتون نخورید در گوشی برید اثبات کنید که بیفارو بستم دید شد گوز پیش لات پرپش به تو پیج بود گود بیچ خاصی با زانتیا خاصی با تانک پیاسی بیلاتو میچینیم شبی بار بیار. دلیل خاص بی حساب هیچکی خدا نپرسی چرا سی بکاش. شب زیر پا مخروط اعتیاد خیابونم قیف ماست. بسترینی همیشه باز چش تیز ما. سرکوب تردید مقاومت در دیس میده دیگه. این هم گاده به پاسر رو نبوریم روی تن بیدینت. جستال خونه لاش شده حالا برامو تو رپ فاس. جدو چیه میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کر مسیح علی نژاد. بودی دیلو فکرونو گزید تیزی پول ویزیت میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک. یه به من اندازی کل سکسی ها باشم خیلی خفنه. تو رو خدا زده خدارم که زره پرشی ها با ما بیف کنی قالش بود آلستار دو میسپرم به چوپون گله شب چیه بریم دلالی فروش مسکن سال خرجیشو میداد فقط یوتیوب مدگر کلمه میره تو مختون گلوله تق تق کوروش خودشه توی ترکاش از اول
اول کارش دست کنه تو میدیدی فقط مثل خواهی نمیگم دو کی و کی نمیگم اشی وشی یه ربه میزنم بک تو عجی عجی مجی بریم تو رینگا کیو وای میسه کوچم کیرم تو ورزشت بازو قد مچم الان فشاری شده خوده بگاهی شده موزیکی گنده گوزی چیه اونجر فازت با اون کرکتر شاخت سرت بره تو لاکت نمیخوای درت بره ساکت تو که بزرگترین استعداد آسفالت بوده منم کوچکترین بیزنسم آسفالت بوده پیشو اولا بگی دوتا یا فردایی رو بیت که جرداد نه واسه چوپوناییه که دورن میگن تهران سه نفر قطعا هست پیشرو یا فردایی یا کنه اول پیشرو باشه دست تو یعنی اتم دست داعش بهتره که کلید بمونه دست صابش منو نقد نکن از خودت تو مایه بسانی 100 تومانی پاره های لای هزاری نزن اینجا فردایی بگو قمر کجات خیف کردی به طرف تلاش نی به تماس پیشرو یکه فیتم به طلا به تینا میگم به تکون نبودیم لاتی پر کردن زیر سازی کردیم بشه بازی محکم چیز واسه چهارنامه قاضی کشتم من اگه تو حسینی من یزیدم اینجا کربلاس نمیذارم سر برات اینا انگم واسه اون چوناییه که دورم میگن تهران رو خدای تو دیست خون از تیر برق کوچه سکنیم درد کلماتو تحمل کنیم نریم واسه حمایت از لنه هاتون تجمع کنیم. خب ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما بگین بهترین دیسکون تاریخ رپ فارس کیه تو کامنت ها و این ویدیو رو لایک کنین. تا ویدیو بعدی گود